بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حمد و ثنا و صفات و شکر بسیار زیاد است برای الله متعال، خالق ما، رازق ما، شفا دهنده ما، روزی دهنده ما، کمک کننده ما، کسی که ما را مدد کرده، او مددگار ما هست. او ذاتی که ما را توفیق داد که در سپاره 23 برسیم، در سوره صاد. در سوره صاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره صاد، چون در اولش کلمه صاد آمده و حرف از حروف مقطعات است، این نام به این نام گفته شده هست و سوره مکی هست. به ادامه سوره قبلی در این هم الله متعال بسیاری از مسائل اعتقادی مهم را بیان میکنه که مسلمان ها باید این را به یاد داشته باشند و مثال های را ذکر میکنه. الله متعال شرک رد میکنه، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در عبادت، شرک در اطاعت از قانون، شرک در افعال الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد حرفی از حروف مقطعات است. والله اعلم بمراده. ما مرادش نمیفهمیم، الله بهتر میفهمه، ما جاهل هستیم. والقرآن و قسم است به الله متعال میگه قسم است به قرآن. قرآن کتابی که ذی ذکر است، صاحب شرف است، صاحب موعظه است، کتاب پند است، کتاب قانون است، کتاب شریعت است، کتابی است که در او یاد الله است، در او رحمت الله است. بل الذین کفروا، بلکه الذین کسانی که کفر و کافر شدن، فی عزت، خود عزت میتن و تکبر میکنن، خود با عزتر از قرآن و سنت میدانن، العیاذ بالله. و شقاق، و ای کافرها در تکبر و در اختلاف هستند. الله متعال میگه کم اهلکنا، بسیار زیاد از این کافرها را ما هلاک کردیم، من قبلهم، قبل از ایشان، من قرن، در قرنهای قبلی، چند هزار قرن قبلا تیر شده، در هر قرن کافرهای زیادی میگه ما هلاک کردیم. فنادوا، و باز فریاد میکردن، ولا تحین مناس، و نبود، اینجا علما میگه ولا تلحین حین مناس، و نبود وقت. وقت چی؟ وقت خلاصی. وقتی که عذاب الله سر یک قوم نازل شد، باز دیگه وقت خلاصی نیست، هر قدر که چیغ بزنن. این مردم های کافر چی مشکل داشتن؟ و عجیبو، و در تعجب می شدن، ان جاءهم منذر منهم. همیشه مشکل کافرایی است، میگه این دعوتگر چرا انسان است؟ منذر، ترساننده و دعوتگر، منهم از ایشان. و قال الکافرون، و گفتن کافران. دیگه صفت کافرها چی هست؟ صفت اولشان تکبر بود، صفت دوم کافرها شقاق و اختلاف است. زیاد در اختلافات بحث میکنن، زیاد در مسائل اختلافی مردم های بیدین بند خودم میکنن، ولو که اختلاف یک چیز کوچک باشه، حتی ولو که یک اختلاف فقهی کوچک باشه، اونمو اختلافه که خورده در عقیده میرن. ولو که دو تا عالم بزرگوار یکیش گفته که اینی کارا بکو، اینی نکو، باز مردم های بیدین بین از علما یک اختلاف نظر است، اجتهاد است، از یک گپ کلان جور میکنه و مردم کافر و مرتد و فلانی و فلانی و فلانی، در حال که در مسائل فقهی یک عالم میگه که 4 سر فرض مس سر، 4 مس شوه، یکی دیگهش میگه کلش مس شوه، یکی میگه فرضش کلش هست، یکیش میگه 4 مس است. خلاص هر دوش درست است، هر دوش اجتهاد کرد، هر دوش عالم است، هر دوش بزرگوار است، هر دوش قبول داریم، هر دوش احترام داریم. اما اول صفت کافرای بیدین تکبر و غرور است. دوم صفتشان شقاق است، عزت، خدای عزتمند میدارن، از الله رسولش کرده، از دین کرده، از علما کردن. دومش شقاق و اختلاف است. سومشان چی هست؟ تعجب از نزول پیغمبرها هست. چهارمشان چی است؟ الفاظ و اصطلاحات غلط است که پیغمبر ساحر میگن، کذاب میگن. درست است؟ ساحر استی، کذاب استی، کاهن استی، دروغگوی استی.
و حال باز اصطلاحات نو جور میکنن که تروریست هستی و افراطی هستی و وهابی هستی و اکستریمیست هستی و ای هستی و هستی. اصطلاحات کافرای بیدین است. سر مسلمان ها به هر شکل تمسخر رشخند میزنن تا که مردم از دین اسلام دور بسازن. اجعل الالهة الها واحده. بعضیا چی میگن؟ ما 360 بت اله بتیم. این 360 بت میگن 360 ولی از اولیاء الله بودن. ما 360 ولی را عبادت میکنیم. تو آمدی که اولیاء الله را ما انکار کنیم؟ نه، اولیاء الله را دوست داشته باش، اما صفت الله را به اولیاء الله نتی. پیغمبری را میگفت. در داخل کعبه مجسمه ابراهیم علیه السلام بود، مجسمه اسماعیل علیه السلام بود. هوبل خوب آدم بود، منات خوب آدم بود، لکن تو امی خوب آدم ها را چی نکو؟ پرستش نکو. ما ابراهیم علیه السلام عقیده داریم که از ما که در رتبهش بلند است، پیغمبر الله است، با عزت است، با عظمت است، مخلص است، شخص عالی هست، نامش در قرآن آمده، لکن صفت الله را بر ابراهیم علیه السلام نمیتیم. خالق نیست، روزی دهنده ما نیست. ابراهیم علیه السلام ما را شفا داده نمیتونه. ابراهیم علیه السلام ما را بچه و دختر داده نمیتونه. ما به ابراهیم علیه السلام رکوع و سجده نمیکنیم. این فرق بین پیغمبر و اینی مردم ای هست. باز اینا چی میگفتن؟ اجعل آیا گردانیده ای پیغمبر، اجعل الالهة آیا گردانیده ای پیغمبر معبودان متعدد 360 دانی ما را یا تبدیل میکنه اله واحدن که یک معبود باشه؟ بله، باید الله یکی باشه، معبود یکی هست. باز چی میگفتن؟ ان هذا لشیء عجاب. والا این گپی عقیده بسیار عجیب است. پدرای ما 360 تا بت پرستش کردن، پیغمبر آمده 360 تا. او بیادر 360 سعی کو، یکی را سعی کو. انا لله. این صفت مشرک است. وانطلق الملأ منهم. باز رهبریت از اینا، ملأ اما کلان و بزرگای از اینا در کفر چی میگفتن؟ انیمشو برین گپای زیرا گوش نگین. واصبروا علی الهتکم. خوب صابر باشین، خوب مستحکم باشین، خوب قائم باشین. به چی؟ علی الهتکم، به امی بتهایتان. این هذا لشیء یراد. این سخنهایی که این پیغمبر میگه از این اراده غلط داره. میفهمیدن که ارادهش چی است؟ که اگه این پیغمبر زور شوه با 360 بت تکه میکنه، برندمون پیش از ما خوب دیگه سلارم بگیرین، با حماتم بگیرین، کمی نزدیک شدن بکشین یاره. این قریشی هایی کار میکردن. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره. ما نشنیدیم این گپایی که پیغمبر میزنه در دینای دیگران. اون یهود هم است، اون نصارا هم است، نمیگن. هیچ وقت کسی را منع نمیکنه. شما آمدین این گپا رو میزنین. این هذا الا اختلاق. این گپا رو یا کشیدن. یک 4 تا جوانان او پیدا شده و چند نفر پیدا شدن و میرند و خانه پیغمبر و پیش پیغمبر میشینن. توی بلال سیکو و عمار سیکو و یاسر سیکو و خانم سیاپوس کنیزک فلانی بود و سمیه را سیکو. این یارا بیبی که یار رفتن چه و علی را سیکو 10 ساله بچه. تو را سیکو خورد بچه یک هستی. نه میفتن والا یا کلشان چیست؟ در حال که چی شده؟ میگه ایس گپای نو آوردن. انزل علیه ذکر من بیننا. باز سر پیغمبر انتقاد میکنن، میگن آیا برای دعوت دین الله امی تو هستی؟ چرا الله نخست رئیس قبیله قریش نخواست؟ چرا مثلا یک کسی را مثل که ما ابو الحکم میگفتیم، چرا ابو جهل او را رهبر نساخت و بر قرآن نامد؟ تو یتیم فقیر به کس و به کوی ترى اختیار کرده. انزل ذکر من بیننا. آیا نازل شده قرآن در بین ما بالای ازی؟ بل هم فی شک. الله متعال میگه بلکی مردم های بیدین که از همیشه در شک می باشه من ذکری از حکم ما. بل لما یذوق العذاب. بلکه هنوز نچشیدن، لما یذوق هنوز نچشیدن اینا عذاب مرا. الله میگه ام عندهم. الله میگه آیا این گپا را که میزنن
به نزد از اینا خزائن رحمت ربک، آیا خزانه های رحمت الله به دست ازیا هست که بازیا بخیزن پیغمبر تعیین کنه که پیغمبر باید کی باشه، از کدام قوم باشه، کدام شخص باشه؟ او ربی که العزیز غالب است، الوهاب بسیار حب کننده هست. الله هر کس که خوشش آمد به مو هدایت میده، به مو رسالت میده. اینمی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش الله میه، اختیارش کرده. اینمی تو ابو جهل خوش الله نمیی، حتی برات هدایت هم نمیده. الله هست، عزیز است، با عزت است، غالب است، وهاب است. عقیده خدا برای کس میده، برای تو بیدین، بی ایمان، بد اخلاق، متکبر ایش نمیده. ام لهم ملک السماوات والارض، یا بر از اینا پادشاهی. الله میگه آیا این مردمایی که انتقاد میکنن یا حکومت مالکیت آسمان ها و زمین دارن و آنچه که در آسمان زمین است؟ تو مالک آفتاب هستی، تو مالک مهتاب هستی، تو چیکاره هستی؟ فلیرتقوا فی الاسباب، پس بالا برند، بگیرن اسباب پیدا بکنن، بالا شوند، در زینه ها و طیاره رو بالا شوند برد آسمان. در کجا میری تو بیچاره انسان؟ هنوز با تمام تکنولوژی در کجا رسیدی؟ هنوز در وسط آسمان اول هستی، بالا هم نرفتی، هنوز در فضا هستی، سیارات کلش در فضا هست، تو کی در بالا در آسمان رسیدی؟ جندن، الله متعال میگه یا یک لشکری هستن، این کافرها، منافقها، مشرکین، ملحدین، مرتدین، ای بدعتکارا، یا کلشان یک لشکر هستن. ما هنالک، ای جنده هستن که محزوم هستن، شکست خورده. ای جنده هستن که هنالک در نزد الله، یا چی می باشن؟ محزوم، شکست خورده، من الاحزاب، از حزبهای شکست خورده. به هزارا حزب شکست خورده هست. این مردم هم یکی از جمله از امون شکست خورده هاست که پیش الله یا چی میخورن؟ شکست میخورن. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و تسلیت میده، میگه رسول الله صلی الله علیه و اگر این مشرکین، اگر این مردم های بیدین تو را تکذیب میکنن، گپای بیهوده میزنن، سرت نامهای غلط میمانن، تنها تو نیستی، این کل پیغمبرها اینمی قسم شده. کذبت قبلهم، پیش از اینا تکذیب کرد. میگه قبل از قریشی ها کی تکذیب کرد؟ قوم نوح و عاد و فرعون و قوم فرعون ذو الاوتاد. این فرعونی ها میگه یا اقدر مردمایی بودن که صاحب میخ بودن، چی مانه؟ صاحب قوت بودن، در زمین قدرت خدا مستحکم کرده بود که کس خدا شور داده نمیتونست، کس تصور نمیکرد که فرعون شکست بخوره. مثل کال مردم میگن اوه یک چند سال پیش مردم میگفتن که اتحاد شوروی، همین کارمل که میامد باز میگفت که اتحاد شوروی قوت غیر ناشکست، شکست ناپذیر. آخر صاحب اتحاد شوروی و 22 مملکت تکت شد. آل بسیاری کسا میگن که امریکا، ترامپ شکست ناپذیر. یک وقت سعی کنی که ایالات متحده امریکا تکت شد و پارچه شد و ریزه شد که مسلمان ها از شرش خلاص شد. الله میگه فرعون همی قسم بود. ذل اوتاد چی مانه؟ ذل اوتاد میگه بسیار قدرت خدا دیگه در زمین میخواره مستحکم کرده بدن. کس فکر نمیکرد که فرعون هم کس از بین برده میتونه، قدرت ازیره. و یا ذل اوتاد میگه یک عادت داشتن که مخالف خدا گیر میکرد، در فرقش کت میخ میزد، بزنن میخ در 3-4 تا میخ در مغزش بزنن که دیگه خدا شور داده نتونه. لکن الله متعال میگه هلاکشان کردیم. و ثمودی ها بودن و قوم لوط بودن و اصحاب الایکه بودن، مردمانی که ایکه درخت میگن که قوم شعیب علیه السلام بودن. اولئک الاحزاب، یا کلشان احزاب کفری خطرناک بودن، حزبای خطرناک. این کل الا کذب رسل، نبودن همه از اینا مگر ای که تکذیب میکردن پیغمبران را. فحق عقاب، پس نازل شد بالایشان عذاب الله. و ما ینظر هؤلاء، میگه انتظار نمیکنه این مردم پیش الله برای از بین بردن ازیا
نیاز نیست که توپ بسازه و طیاره بسازه و راکت بسازه و راکت های زمین به زمین و زمین به هوا و هوا به هوا و ای گپاره. الله متعال کمی یک صدای خطرناک شوه، در یک صدا که یک صدا میشه کل از یا چی میشن تکت تکه میشه. و ما ینظر هؤلاء، و انتظار نمی کنند این مردم الا صیحه واحدا، مگر یک صدای سنگین، یک صدا ما لها من فواق، که بر از او هیچ وقفه نمی باشه. و قالوا، و این مردم های بیدین دیگه چی صفتشان است بر علاوه صفات کفری قبلی؟ یا همیشه تعجیل عذاب ادعا میکنن. میگه ربنا، گفت میفتن ای پروردگار ما، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، پیش از اینکه قیامت بیاد میگه بیار بر ما عذاب، ما منتظر قیامت شده نمیتونیم، میل دسی سر ما چی کن، عاجل بگردن لنا بر ما قطنا، امون نصیب و قسمت ما را قبل یوم الحساب، پیش از روز قیامت. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و اصبر، صبر بکو، علی ما یقولون، با آنچه که میگن، واذکر و یاد کو عبدنا، یک بنده صابر ما را که بسیار صبرناک بود. چی نام داشت؟ داود علیه السلام بود. ذوالایدی، در حالی که قوت داشت، رهبر دینی و سیاسی بود، رهبری بود که هم پیغمبر بود هم حکومت به دست ازی بود، لکن بسیار صبرناک بود. در وقتی که قدرت داشته باشی باید صبر بکنی. انه اواب، یقینا که داود علیه السلام صفتش چی بود؟ بسیار رجوع کننده بود به سوی الله. ان الله متعال میگه ما سخرنا الجبال معه، مسخر ساختیم کوها را به امرای ازو. چه قسم مسخر ساختیم کوها را؟ میگه یسبحنا، میگه حتی کوها به امرای داود علیه السلام تسبیح میگفتن، مردم میشنیدن. داود علیه السلام میگه سبحان الله، کوها هم صدا میکنن سبحان الله، بالعشی شام و الاشراق، و در وقت صبح، در وقت اشراق طلوع آفتاب. و الطیر، و همچنان مسخر ساختیم به امرای داود علیه السلام پرنده ها را، محشورتون، که جمع، محشورتن، در حالی که می پرنده ها جمع می شدن. کل له اواب، کل له اواب، تمام امی پرنده ها به امرای داود علیه السلام اواب، تسبیح گویان بودن که رجوع به الله میکردن. اواب کسی که به الله رجوع میکنه تسبیح میگن. رجوع به الله توسط ذکر میشه، عبادت الله، تسبیح الله. و شددنا ملکه، الله متعال میگه ای داود علیه السلام حکومتش هم ما مستحکم ساختیم، شددنا مستحکم ساختیم ملکه و حکومتش را. و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، هم برش حکمت دادیم و هم قدرت قضایی که بسیار خوب فیصله میکرد. فصل الخطاب یعنی فیصله بسیار خوب در سخن خود، یعنی در حکومتی که داشت قوه قضاییش هم رهبریتش خود داود علیه السلام میکرد. و هل اتاک نبأ الخصم، آیا میگه بر تو رسیده هست خبر امو کسایی که خصومت میکردن، مشکل داشتن؟ اذ تصوروا المحراب، که یا چی کردن؟ میگه یا یک دفعه از سر دیوال خود انداختن، سور دیوار میگن، محراب مسجد میگن. داود علیه السلام در مسجد عبادت میکرد، یا از سر دیوال مسجد خود انداختن. چرا که داود علیه السلام میگه وقتی که عبادت الله را میکرد دروازه را بسته میکرد، وقتی عبادتش مخصوص بود، وقتی قضاوتش علیحدگی بود. ای بود رسول الله صلی الله علیه و آله هم همین قسم عادت داشت. مثلا ستونهای مسجد نبوی هر کدامش یک نام داشت. مثلا یک دانه ستون نامش ستون تعلیم و تربیه بود، ستون تعلیم و تربیه. صحابه میفهمیدن که وقت رسول الله زیر از این ستون میامد میشیشت، مردم میرفتن پیش درس میخواندن. ستون دیگه ایش ستون قضا بود، وقتی که رسول الله اونجا میشیشت مردم باز میامدن فیصله و بر قضاوت میکرد. یک ستون دیگه ایش به نام ستون رفاده بود، دیپلماسی. اونجا که میشیشت میفهمید که نماینده‌های سیاسی میامدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. ستون دیگه ذکر بود، وقتی رسول الله اونجا میشیش صحابه میفهمید که رسول الله میخواد ذکر بکنه و تسبیح بکنه. بنابراین هر ستون از ستون مسجد نبوی چی داشت؟ یک جای خاص داشت. یعنی مسجد جای سیاست بود در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حال مردمای سیکولر چی میگن؟
دو قسم سیکولر داریم، یکی سیکولر کافر داریم خارجی، یکی سیکولر داخلی. سیکولر کافر چیست؟ سیکولر کافر میگن که دین باید از دولت جدا بسازیم. صحیح نه؟ باید در دولت ما دین جای نداشته باشه. سیکولرهای باز بیدین داخلی چی میگه؟ که در مسجد توش که سیاست گپ نزنه. مسجد جای عبادت است. او خانه پر پلو، سیاست هم عبادت است. رسول الله که حکومت ساخته جز وظیفهش نبود؟ آیا پیغمبر صلی الله وقتی که رهبر دولت اسلامی در مکه مکرمه بود، این کارش عبادت بود یا کارش العیاذ بالله کدام کار غلط؟ وقتی که کار درست بود و عبادت بود، پس سیاست جز چی است؟ جز عبادت است. سبحان الله. بسیاری کساس هنوز جسد رسول الله دفن نکردن. اول گفتن رهبر سیاسی رو تعیین کنیم، باز جسد پیغمبر دفن کنیم که در این لحظه دشمنا حمله نکنه، بی رهبر باشی. هنوز جسد پیغمبر سم ماندگی بود. اول خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و تعیین شد، بعد از جنازه‌اش چی کردن؟ دفن کردن. حالا باز مردم این سیاست، مردم های سیکولرهای دیندار که از بازی میگه با خوب و بد خلق جهان کار نداریم، با حکومت کار نداریم، من سیاست که هیچ لاس نو، ما در سیاست هیچ کار نداریم. این سیکولر نیمچه مسلمان است. تو سیکولر کافر خوبی از میگه که ما دین در سیاست نمیمانیم. اردوش غلط است. پس میگه وقتی که داوود علیه السلام در داخل محراب مسجد شیشته بود، این دو نفر که با هم خصم خصومت یا جنجال داشتن، قضیه داشتن، میخواستن کس فیصله بکنه، پیش داوود علیه السلام آمدن، دیدن که دروازه بسته است، تق 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 کردن، کس باز نکرد. چی کردن؟ از سر دروازه خدا مثل بعض مشایخ خدا انداخت داخل مسجد. وقتی که اینجا میگه تصوروا، وقتی که از سور از دیوال خدا انداختن المحراب در داخل مسجد، از دخلوا علی داوود، وقتی که پیش داوود علیه السلام آمد، ففزع منهم، داوود علیه السلام ترسید از پیششون که دروازه خب بند بود، از کجا شد؟ قالوا لا تخف، گفتن نترس، خصمان ما دو نفر خصوصیت کننده هستیم، دو نفر جنجال داریم، یک مشکل قضایی داریم. بغى بعضنا علی بعض، بغى تجاوز کرده بعضنا بعض ما علی بعض بر بعض دیگر. فحکم بیننا، تو فیصله کو در بین ما بالحق، مطابق قرآن و مطابق کتابی که تو داری و مطابق سنتی که تو داری، مطابق کتاب الله و سنت پیغمبر. در هر عصر هر پیغمبر کتابی می داشته باشه و سنت می داشته باشه. ولا تشتت، و برش میگن که به انصافی نکن. وحدنا الى سواء الصراط، و ما را رهنمایی بکن به راه درست. خب قضیه تان چیز؟ گفت ان هذا، اینی بیادرم که هست، ان هذا اخی، اینی بیادرم که هست، چی است؟ له 99 نعجه، 99 دانه چی داره؟ نعجه داره. نعجه در زبان عربی غالبا به می گوسفند زیادتر استعمال میشه. ولی نعجه واحده، و ما یک دانگک گوسفند دارم. او 99 تا داره، ما چند تا دارم؟ ما یک تا دارم. فقال، پس گفت اکفلنیها، میگه همین بیادرم که 99 تا دارم، مرا گفت که چی میکنی خود تو 99 تا یک تا دوگم داره، میره به ما بیت از ما 100 تا باشه تا هم تو بیغم بگرد. و عزنی، و زور و فشار و سختی کرد بر من فی الخطاب، در سخن گفتن، یعنی در زبانم بسیار هم تو خوب دیگه فصاحت داره و بلاغت داره، در محکمه میتونه خوب دلایل خدا بگوید. اینا داود علیه السلام بر ازی گفت، ام بیادر که آمده، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک، ای بیادر تو خیلی سر تو ظلم کرده، 99 تا هم داره، یک تای تو هم خواسته، به سؤال به خواستن نعجتی که امی گوسفنده که تلان عاجهی که به امرای دیگه گوسفنده زو باشه. و این کثیر من الخلطاء، و بسیاری از شریکان که هستن، لیبغى بعضهم علی بعض، که اونا ستم میکنن، ظلم میکنن بعضی از ایشان بالای بعضی دیگر. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان داشتن و اعمال صالحه کردن. و قلیل ما هم، این قسم مردم ها بسیار کم است که در مسائل تجارتی، در مسائل میراث، در مسائل حق دیگرها با صداقت بکنن و ظلم نکنن.
و ظن داوود انما فتناه، میگه اینجا داوود علیه السلام یقین کرد که ما او را امتحان کردیم. آل داوود علیه السلام وقتی که فیصله کرد چی امتحان کردیم، میگه داوود علیه السلام در اینجا در قسمت قصه داوود علیه السلام که در اینجا چه قسم خود داوود علیه السلام امتحان شد، علما میگن که یک امتحانشی بود که در قضاوت عجله کرد. عجله کردن در چی؟ در قضاوت. ای باید عجله نمی کرد، جانب مقابل هم دلایلش گوش می گرفت. چرا در قضا میگه مثلا اگه یک نفر آمد که یک چشم خود دست پیش تو آورده بود که قاضی صاحب این چشم مرا کشیده، میگه فیصله نکن، نشه که 2 چشم از دیگر نکشیده باشه. بسیاری کسا بعضی کسا بر تو پیش میاد که مثلا غریب هستم، بیچاره هستم، بیوه هستم، یتیم هستم و مشکلات دارم، باز یک وقت پیدا میکنی که امی بیوه و امی نفره که میگه من غریب هستم و بیچاره هستم خود از این ظالم است. از این خاطر در قضاوت زود قضاوت نکنید. داوود علیه السلام چون این گپ گفت که برادر تو در حق تو ظلم کرده، وقتی که تو 99 تا گوسفند داره یک دانه تو را هم میگیره، این داوود علیه السلام گفت والا آمده میگه چی کردم؟ از پیش من لغزش. و بعضی علما میگه لغزش دیگه بود که در وقت یک کسی که رهبر سیاسی می باشه باید دروازه خود 24 ساعت بر مردم چی بانه؟ باز بانه. ای که دروازه را بسته کرده بود که من عبادت میکنم، فکر کرد دمیجه هم الله مرا امتحان کرد، ما باید اینا را قدر تال نمیدادم که حتی از دیوار پایان میشدن. در این قسمت هم داوود علیه السلام تصور کرد که الله مرا امتحان کرده، از این خاطر فاستغفر، طلب مغفرت کرد. بعضی از قصه های درباره داوود علیه السلام در کتابای یهود و نصارا هست که سر پیغمبرها گپای غلطی را تهمت میکنن، با عصمت پیغمبرها شایسته نیست، در عقیده ضرر میرسانه. یهود به اساس بی‌ادبی به پیغمبرها کافر شدن، سر پیغمبرها بسیار تهمت‌های غلطی را کردن. متاسفانه بعضی از مفسرین در تفاسیر خود از کتابای اسرائیلیات یهود و نصارا بعضی قصه ها را آوردن دمیجه نقل کردن که او قصه ها کلش دروغ است و غلط است. پس اصلش مفسرینه که عقیده را درست میفهمن و متأثر به اسرائیلیات نیستن. اونا میگن داوود علیه السلام وقتی که همین 2 قضیه پیش ذهنش آشکار شد استغفار از الله کرد، چرا که شخصیت های بزرگ ولو که یک لغزش عادی هم بکنن فورا استغفار میکنن. استغفار کرد به رب خود و خر و افتاد راکعا، به رکوع و اناب و رجوع کننده آمد، سجده کرد و توبه کرد و استغفار کرد. فغفرنا له ذلك، الله متعال میگه مغفرت کردیم بر از این را. و ان له عندنا لزلفا، یقینا که بر داوود علیه السلام عندنا به نزد ما لزلفا، تقرب بود، بسیار شخص مقرب ما بود، نزدیک ما بود، دیندار ما بود، موحد ما بود، معصوم ما بود. احتیاط کنین که قصه های دروغی را درباره پیغمبرها باور نکنین. و حسن مآب، و بسیار بازگشت از او کس بسیار زیبا هست، بسیار انسان با اخلاص و پاک بود. الله متعال میگه ما برش گفتیم که یا داود، ای داود علیه السلام، انا جعلناک خلیفة فی الارض، ما بر تو خلافت زمین دادیم، تو را خلیفه در زمین ساختیم. از این خاطر در اسلام که از خلافت است، نظام خلافت است، این جمهوریت و پادشاهی و پاک است. این مردم از پادشاهی را از روم و فارس نقل کردن و جمهوریت از غرب. چرا جمهوریت به معنای چی است؟ به معنای حکومتی که توسط جمهور مردم ساخته میشه، قانونش هم جمهور مردم میسازه توسط نماینده های خود و تطبیق هم بالای جمهور مردم میشه. حکومت مردم توسط مردم برای مردم جمهور. اما در اسلام که است جمهوریت نیست، در اسلام که است نظام است که او را باید نامش چی بانند؟ خلافت اسلامی، که الله متعال میگه انا جعلناک خلیفة فی الارض، ای داوود علیه السلام ما تو را خلیفه در زمین ساختیم تا نظام خلافت بسازی و در سیاست نقش داشته باشی. فحکم، پس حکومت بکن، قضاوت بکن، فیصله بکن بین الناس، در بین مردم، بالحق، مطابق قانون توحید. حق توحید است، شریعت الله، مطابق شریعت الله حکم بکن.
ولا تتبع الهوا و مطابقت از خواسته های نفس نکو که کافران حکومت نفس توسط نفس برای نفس حکومت از اونا را نفسشان میکنه، حکومت مردم توسط مردم برای مردم، حکومت که نفس چی تقاضا داره این قسم مطابقت نکن. چرا؟ اگر از نفس پیروی کردی فیضلک عن سبیل الله، پس تو را گمراه میسازه از راه الله. این الذین، یقینا کسانی که یضلون عن سبیل الله از راه الله گمراه میشن، راه الله را ترک میکنند، لهم عذاب شدید، بر از اینا الله شدید را میته، بما نسوا یوم الحساب، به خاطر که اینا فراموش کردن روز محاسبه را. یا چرا نظام الله را تطبیق نمیکنن؟ به خاطر که روز قیامت فراموش کردن. و ما خلقنا السماء والارض، و ما خلق نکردین آسمان و زمین را، و ما بینهما و آنچه که در زمین و آسمان خلق شده باطلا، هیچ چیز در روی زمین باطل خلق نشده. ای که تو حکمتش نمیفهمی این دیگه کار تو هست. یک وقت گشتمای سیاسی در یک منطقه بود نه میگفتن چی به درد میخورن، حالا منطقه گشتمای سیاه دارن بسیار پیسه دار شدن، کیلوگکی رو میخرن. ما را یک وقت میگفتن چی به درد میخوره، یک وقت دیدن که نه سمبول دواخانه مار است. دیده بودن نه؟ این حالا هیچ چیز را الله متعال میگه در زمین ما باطل خلق نکردیم. یک وظیفه دارن لکن شما وظیفه‌ش نمیفهمه. مثل که در موتر بالا میشین یک پرزگک کوچک است، میگی چی به درد میخوره، ولی تاک میتوسو میپرتی. پس آن دریور میگه موتر چالان نمیشه. چرا؟ چی که دیده موتر؟ میگه که این پرزگک خورد بود بیکاره بود و سانداختن. خب چه موتر بود؟ الله متعال میگه و ما خلقنا السماء، ما خلق نکردیم آسمان را و الارض و زمین را و ما بینهما و آنچه که در زمین هستن باطلا عبث. ذلک ظن الذین کفروا، این اندیشه عبث خلقت مخلوقات اندیشه کافرها هست، گمان کافرها هست. فویل للذین کفروا، پس شدت عذاب از برای کسانی که کافر شدن، من النار، از آتش دوزخ. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الله متعال مقایسه میکنه میگه آیا ما میگردانیم کسانی را که آمن و ایمان آوردن و عملوا الصالحات اعمال صالحه میکنن، کل مفسدین فی الارض، مانند کسایی که فساد میکنن. آیا اون معسل که در صنف میشینه درس میخونه با اون نفر دیگه که در بین از او پارک زرنگار چرس میکشه یا در سینما فیلم سیل کرده میره تمام روز مساوی است؟ دیگر از شهادتنامه لیسانس میگیره، ماستری میگیره، دکترا میگیره، و دیگه شهادتنامه لودگی میگیره، حماقت و بیعقلی میگیره. الله متعال میگه نمی قسم مؤمنا هم هستن. ما مؤمنانی که ایمان دارن اعمال صالحه دارن، این با ما مثل مفسدین فی الارض، کسایی که در زمین فساد میکنن، مساوی نساختیم. ام نجعل، آیا ما میگردانیم المتقین، مردمای با تقوا را کالفجار، مانند مردمای فاسق و فاجر. فاسق کسی است که یک دفعه گناه را میکنه، او را فاسق میگن، یک گناه را یک دفعه میکنه. فاجر او است که هر روز همین گناه را چی میکنه؟ تکرار کرده میره. یعنی اگر یک گناه را یک دفعه کردی فاسق هستی، و اگر هر روز تکراری گناه را میکنی، یعنی بازی به فجور تبدیل میشه. الله میگه کی باز متقی نیست، کسی که فاجر است، یک گناه را ولو که صغیره باشه تکرار میکنه، این فاجر گفته میشه. الله میگه که آیا ما متقین با فاجرها یکسان میگردانیم؟ نه. کتابون خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هذا کتابون، یعنی قرآن که از کتابی هست که انزلناه، ما را نازل کردیم، الیک و سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کتاب مبارک است. اگر شما برکت میخواین، برکت در قرآن هست. لیدبروا، تا که مردم تدبر بکنن، آیاته به آیات زی. قرآنی نیست که هم تو تیز خوانده برو، نه، هر آیت قرآن بخوان و دو تدبر بکن و از خود سوال بکن که آیا من متقی هستم یا فاجر؟ سر از این متقین و فجار الله میگه مساوی نیست. آل پیش الله وقتی که متقی و فاجر مساوی نیست، من کدامش هستم؟ هر روز گناه میکنم یا نمیکنم؟ ولی فلانی گناه را من هر روز میکنم، من هر روز یک ریشک چپ تراش میزنم.
گناه است. من هر روز سیگرت میکشم، فاجر شدم، پس متقی نشدم. من هر روز چرس میزنم، فاجر شدم. من هر روز در فیسبوک هکم زنای نامحرم میبینم، هر روز میبینم، پس من متقی نیستم، فاجر هستم. اینی قسم تدبر بکن. من هر روز فیلمای خراب سایل میکنم، یک روز اگه میکردم توبه میکردم، حالا هر روز من میکنم، عادتم شده. بعضی کسا هست که گناه عادتش میباشه. من هر روز که در موتر بیشنم موسیقی را چالان میکنم، پس من فاجر هستم. اینه الله متعال میگه، این قرآن از میشان. الله میگه کتابی است ما را نازل کردیم با عظمت خود، از جای بلند بکی نازل کردیم. الیک بسویت رسول الله صلی الله علیه و مبارکون، با برکت است. برای چی نازلش کردیم؟ برای اینکه فقط در سر عروس بگیرن، برای اینکه فقط ختم کرده برن، برای اینکه فقط باز بابیش بمره باز قرآن بعدش میگه نه. برای این ما نازل نکردیم قرآن. با چی نازل کردیم؟ لیدبروا، تا که تدبر بکنن، تفکر بکنن، فکر بکنن با آیات قرآن. ولیتذکر، لیدبروا آیاته، تا که تدبیر و تدبر بکنن در آیات قرآن، تدبر و فکر و اندیشه بکنن در آیات قرآن. ولیتذکر، و تا که نصیحت بگیره، وعظ شوه، پند بگیره، اولو الالباب، صاحبان قلب سلیم، انسانهای با عقل. و وهبنا، والله متعال میگه ما دادیم برای داود علیه السلام، برای داود علیه السلام یک پیغمبر معصوم و پاکی که از گناه های صغیره و کبیره پاک بود، نامش سلیمان علیه السلام. نعم العبد، بهترین بنده ما بود. حال بسیاری کسا هستن که سر سلیمان علیه السلام تهمت میکنن، به آیت قرآن کافر میشن. یک تعداد نوشته که در کتاب به نام نقش سلیمانی، از روی باز تاویز میتن. در نقش سلیمانی به یقیده هستن که العیاذ بالله سلیمان علیه السلام یا جادوگر بود، یا مثلا فلان بود، یا چطور بود، یا بلقیس خانمش بود و هم جادوگر بود. الله متعال میگه نه، این پیغمبر معصوم بود. این اعتقاداتی که سلیمان علیه السلام جادوگر میگه و زنش جادوگر میگه، این کلش قصه های اسرائیلیات است. مردمای یهود سر از این تهمت کردن و به می خاطر وا کافر شدن. نکنین خدا کافر و مردم. الله متعال میگه که نعم العبد، بهترین بنده ما بود، پاک صفا. ساحر خو کافر است، جادوگر خو کافر است، فالبین خو کافر است، بازو خو نعم العبد نیست، خو بدترین مخلوقات است. انه یقینا که سلیمان علیه السلام اواب، بسیار به خالق خود رجوع میکرد. ادعوریده میگه یکی از قضایایی که بالای از پیش شد، میگه پیش کرده شد علیه برای اسماعیل علیه السلام بالعشی در شامگاه. این قدرت سیاسی داشت، اسبهایی داشت که توسط اسبها جهاد میکردن. میگه برای از پیش کردن در شام چی را؟ صافنات. صافنات چی بود؟ اسبهای اصیل، اسبای اصیلی که در دو پای استاد میشن. تو یک دفعه کنید مست میباشه، نه که تو سرش کمی سوار شوینه، دو پای پیش خود چی میکنه؟ بالا میکردن. تو صافنات، اسبای اصیلی که سر دو پای استاد میشه. الجیاد که بسیار تو جید بودن، بسیار تیز رفتار بودن، بسیار تو قوی بودن. فقال سلیمان السلام گفت که اینی احببت حب الخیر، گفت مرا بسیار خوشم آمد حب الخیر، به دوست داشتن خیر. که این اسبا را که میبینم برای من یاد چی نمیکنه؟ یا به جهاد استعمال میشه، عن ذکر ربی، به یاد رب من. حتی تا وقتی که توارت بالحجاب، میگه امی گرد و غبار زیاد شد، اینا در پرده شدن. صدا کرد گفت ردوها علیه، ایره پیش کنین به پیش من. فطفق مسحم بالسوق والاعناق، باز میگه شروع کرد مسح میکرد امی اسبها را. کسایی که اسب خوش دارن بازو امو ساقش و بغلش و گردنش و اعناق، گردنها را میگن سوق، ساقهایشانه. میگم تو چی میگد؟ مسح کردم. میرفت تو مالش میتنی، اسب خوشش میگه که گردنش یا تنیش کد بشه. ولقد، الله متعال میگه ولقد فتنا
و میگه ما امتحان کردیم سلیمان علیه السلام را. میگه سلیمان علیه السلام وقتی که قدرت جهادی و قدرت سیاسی و حکومت یاره که دید، در یک روایت میگه که سلیمان علیه السلام گفت که من کوشش میکنم که امشب با همسرایم پیششان برم و میخوایم که اولادهایی داشته باشم که از امی همسرایم که این اولادهای من خوب یک لشکری از مجاهدین تشکیل بده. لکن میگه یک اشتباه کرد که در امی تصمیم خود انشاءالله گفت. الله متعال میگه چون انشاءالله نگفت، سعی که یک لفظش است. ما شما روزانه 100 دفعه گپ میزنیم انشاءالله نمیگیم، لکن پیغمبر یک دفعه میگه نگفت. سلیمان علیه السلام والقینا علی کرسیه جسدا، میگه انداختیم بر تخت ازو، بر از یک فرزند دادیم، او فرزندش هم میگه مثل جسد دواره بود، معیوب بود، معلول بود که هیچ کار کردن نمیتونه. سلیمان علیه السلام فوراً متوجه شد که والا ما در اینجا اشتباه کردیم. ثم اناب، سپس رجوع کرد بر بارگاه الله و گفت که من از پیش مامت یک لغزش شده.